پیامد عملیات نظامی اسرائیل در غزه در اطراف خیمه‌هایی که مردم بیجا مانده به سر میبرند توده‌های پرتوها و پشه‌ها را دیدن ممکن است. عائله محمود ابوریده از 6 نفر عبارت است. آنها در خان یونیس در خیمه در پهلوی پرتوگاه بدبوی و پر از پشه زندگی میکنند. محمود ابوریده گفت یک فرزندش چند بار به بیماری‌های سرایتی گرفتار و در شفاخانه بستری شد. در داخل خیمه همیشه بوی بد است. خواب کردن نمیتوانم. فرزندانم صبح از خاموشک‌ها، پشه‌ها و آب افلاس که در اطراف قوطی پرتو جمع می‌گردند با سلفه یا دق نفس از خواب بیدار می‌شوند. تازه کردن پرتوها دفعتاً پس از آغاز جنگ بس گردیده، خدمات کمونالی بعد آتش‌بس در ماه گذشته تنها قسماً از سر گرفته شدند. پاکسازی پوره پرتوها در آینده نزدیک پیش بینی نمی شود. بجز از پرتوهای گندیده و حوضهای پر از آب کاریز، مردم غزه مجبورند با پرتوهای خطرناک مناطق بمباران شده و با دود زهرآلود سوخته‌های متا و ظرف‌های پلاستیکی نیز مبارزه برند. میخواست مشکل پرتوها در نوار غزه بسیار بزرگ است. الیساندرو مراکیچ از آژانس رشد سازمان ملل متحد میگوید پرتوگاه‌ها پیش از جنگ پر بودند و حالا 3 پرتوگاه بزرگ در مرز با اسرائیل برای فلسطینیان دستنارس است. به گفته او سازمان ملل برای رفع مشکل پرتوها راه حل میجوید. سخن درباره 2 میلیون تن پرتو کارکرد نشده در سراسر غزه می رود. ما تکنولوژی های نو را بررسی داریم. طوری گفتم پرتوها را به انرژی تبدیل می دهیم. امکانات ها را برای حل هر چیز زودتری مشکل پرتوها می جوییم. پزشکان در انکلاو سراهالی فلسطینیان میگویند آلوده شوی باعث به بیماری‌های معده، درونروی، پیدا شدن شپشک و داغ‌ها و هر گونه زخم‌ها شده است. سمی ابوطاها دکتر بیماری‌های پوست بیمارستان صحرایی کویت میگوید چون این شرایط باعث به افزایش بیماری‌های پوست به مثل ایمپتیگو شده است. محمود هلیس و اعضای خانواده‌اش در نزدیکی حوضی که برای جمع‌آوری آب باران ساخته شده است زندگی می‌کنند. حالا این حوض از آب فاضلاب پر شده است و آنها را بیمار می‌کند. ما بجز از چنین جایها دیگر مکان اقامت نداشتیم. در اینجا زندگی کردن خیلی دشوار است. زیرا بنابر خرابه‌ها، توده‌های پرتوها و نبودن کارکرد آب کاریز بیماری‌ها اوج گرفته است. علاوه البته رئیس منطقه خان یونیس میگوید آب باران‌های جمع شده نه تنها کارناشایان هستند بلکه این آلودگی به ذخیره آب‌های زیرزمینی وارد می‌شود. بخش اعظم زیرساختار آب و کاریز غزه بر اثر بمبگذاری‌ها و عملیات زمینی اسرائیل ضرر جدی دیدند. چون این وضعیت مردم را مجبور کرده است تا حاجتخانه‌های باز را استفاده برند که هنگام باریدن باران جاری می‌شوند.